خبری فوری در دهه یکبد ناحیه فیض‌آباد در نتیجه چپه شدن تپه نزدیک 11 نفر زیر خاک ماندند. باید گفت که این آدمان برای تغییر سمت سیل که به مکان زیستشان تاثیر می‌رسانید کوشش می‌نمودند. از سخنرانی رئیس محله معلوم گردید که تا حال در جای حادثه یگان تکنیک موجود نیست. ساکنان این دهه با قوه خودی چند تن از زیر خاک ماندگان را نجات دادند، ولی قسمتی بسیاری از زیر خاک ماندگان همانا نامعلوم باقی میماند. از روی گفته در جای حادثه الکی ستاد برای نجات باقی ماندگان تشکیل کرده شده است و چاره‌های نجات دهی ادامه دارد. الو لابا امیده یا هفت نگودم دو بچه آمده آسوس کنید سوزنه که تا برو دارشون گشته نفس همه رئیس نایه آمده گه نه تکنیکه چی نیمده اولی رئیس حکومت معاون شو هم همین چی نیمده تکنیکه نیسته نفت دو چه هفت دیگه نه خیزم نه جواب بود همون چربای رو منگشته بچون سوزکنی آمده یکی هم کشیده رئیس محله همجا عشر و اصلا برو وردیسی هم خندیسی هم مخوالفشون